بهتون گفتم این فن رو باید حتما وقتی دارید اجرا میکنید این دست چپتون رو بعد بندازید داخلی، یعنی نذارید بیاد داخل. الان داخل دیگه درسته؟ این نمیذاره حالا باید بیاریم داخل، دست رو بندازیم اینجا بره زیر. اگر این داخل باشه کار ما مقاومت کن، کار ما سخت میشه، اصلا بهمون نمیده. ولی اگر ما این دست رو بذاریم اینجا مهارش کنیم، این دست اینجا راحت میره. از چی شد؟ ما همیشه باید اینو مهار کنیم، بزنیم رو بازو، باید بیاریم داخل از اینجا بریم، وگرنه نمیده. الان به کیارش من سفتش کنه ببین من نمیتونم بریم بزنم الکیه. ولی اگر مثلا من یه ذره رو مهارش کنم بیام داخل میتونم، شاید بتونم، چون این خودش هم جدا کاره. ولی اگه تمرین زیاد کنه میتونم. مرسی.